در افغانستان جایی که مسیرها همیشه هموار نیستند، سه مدل موتر قدرتمند همیشه به چشم میخورند. قدرت، دوام و لوکس بودن در قالب سه موتر افسانه‌ای: تویوتا لند کروز V8، تویوتا لند کروز پرادو و لکسس LX 570. شما را خوش آمدید میگیم به معرفی سه مدل موتر قدرتمند که در افغانستان بیشتر استفاده میشن. تویوتا لند کروز V8 پاچای واقعی جاده‌های سخت با موتور قدرتمند و بدنه مقاوم. این موتور برای جاده‌های دشوار کوهستانی و طولانی ساخته شده. انتخاب کسانی که به اعتماد، قدرت و دوام اهمیت میدهند. در مقابل تویوتا لند کروز پرادو نسخه متعادل‌تر، هم مناسب شهر و هم آماده برای خارج از جاده. مصرف سوخت بهتر، رانندگی نرمتر و طراحی مدرن آن را به انتخاب هوشمندانه برای استفاده روزمره تبدیل کرده است. اما وقت به لکسس LX 570 میرسیم، همه چیز تغییر میکنه. اینجا فقط قدرت نیست، بلکه لوکس‌ترین تجربه رانندگی مطرح است. داخل کابین راحتی، سکوت و تکنولوژی پیشرفته حرف اول را میزند. موتری که نشان میدهد قدرت هم میتواند با تجمل همراه باشد. سه موتر، سه سبک زندگی، اما هر سه ساخته شده برای تسلط بر جاده‌های افغانستان.